الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و ادامه بیان عیب‌های یهود و گفتیم که عیب‌هایی را که یهودی ها انجام داده بودن و این در قرآن عظیم‌الشان ذکر میکنه، به خاطر ازی هست که درسای وقایوی هست که انسان خدا وقایه بکنه. از چی؟ وقایه بکنه از امو امراضی که اونا داشتن. امروز آیت 90 سوره بقره هست. بسم الله، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بئس ما بسیار بد است یا بسیار زشت است که اشتروا و فروختن بهی به آن انفسهم نفسهای خود را، ان یکفروا به این که کافر شدن، بما به آنچه که انزل الله نازل نموده است الله سبحانه و تعالی. چرا اینا کافر شدن؟ بغیان، به خاطر حسادت. یعنی یکی از صفات یا عادات یا عیب‌های یهودی‌ها چی هست؟ حسادت است که اونا حسد کردن و ابلیس هم در اول حسادت کرد و اکثرا سبب کفر ابلیس هم حسادت شد، بخیلی شد و حسادت شد. حسد چی را میگه؟ که مثلا یک نفر زوال چی را میکنن؟ زوال مال یا زوال حق یا زوال علم دیگرها هست که او زائل شوه، به او داده نشوه، تنها بر ما داده شوه. اما اگر ای میخواه که مثل دیگه وار عالم باشه، مثل دیگه وار مال داشته باشه، اما زوال از او را نیت نمی داشته باشه، باز او را حسد نمیگن، غبطه میگن. پس فرق بین غبطه و حسدی است که حسادت به خاطر زوال نعمت دیگه کس که میخواه که نعمت دیگر را زوال باشه، از بین بره و تنها نعمت برزی باشه. پس اینا حسادت کردن. چرا؟ ان ینزل الله، این که نازل بکند الله متعال من فضله، از فضل و کرمش، علی من یشاء، بر هر کسی که بخواهد الله من عباده، از بنده هایش. آل ای کار الله هست. الله کی را پیغمبر تعیین میکنه، در کدام منطقه تعیین میکنه، با چی شرایط تعیین میکنه، این کار الله هست. بنابراین در بین از این مداخله کردن، این خودش و حسادت کردن سبب چی میشه؟ سبب کفر و شرک میشه. الله متعال میگه به خاطر همین حسادتشان که اینا میخواستن که پیغمبر از قوم از اینا باشه، به خاطر همین قوم پرستی و حسادتشان یا چی شدن؟ فباءوا، پس برگشتن به چی؟ به غضب علی غضب، بر غضب دیگر. یک دفعه اینا لعنت شدن یهودیا به خاطر از اینکه عیسی علیه السلام تکفیر کردن و عیسی علیه السلام قبول نکردن، و مرتبه دوم رسول الله صلی الله علیه و سلم قبول نکردن. پس دو مرتبه غضب الله سرشان نازل شد. وللکافرین، و برای کافران است عذابی که مهین، توهین کننده. یعنی در آخرت بعضی اوقات عذاب فیزیکی می باشه و بعضی اوقات عذاب چی می باشه؟ نفسی و سایکولوژی می باشه. بر از اینا توهین میشن، تحقیر میشن در روز قیامت که تو چی برتریت داشتی، یا قوم شما چی برتریت داشت نسبت به دیگه اقوام و یا نسبت به دیگرها که شما میفتن باید تنها پیغمبری و رهبریت و قیادت کلش به دست ما باشه. و اذا، و هنگامی که قیل گفته شود لهم برایشان، آمنو ایمان بیاورید، بما انزل الله، بما با آنچه که انزل الله نازل نموده است الله، قالو میگوین نؤمنو بما انزل علینا. این یکی از عادات اینمی بد یهودیایی بود که اونم فقط امو مذهب خدا، امو رشته خدا، امو کتاب خدا، امو قوم خدا امور تخصیص میدادن. میگفتن فقط امی چیزی که در کتاب ما هست، سر پیغمبر ما هست، در مذهب ما هست، اینمی رو ما قبول داریم، دیگرها کلش باطل است. قال نؤمن بما انزل علینا و یکفرون، باز کاش که دیگرها را میگه که از شما گفتان درست است، منتها ما امیر اختیار کردیم. چی میگن؟ و یکفرون بما وراءه، باز کافر میشن با آنچه که بعد از آن است. یعنی تنها میگفتن ما کتابی که بالای موسی علیه السلام نازل شده ای را قبول داریم و دیگه کتاب ها را چی میشدن؟ کافر میشدن. و هو الحق، در الله متعال میگه در حالی که امی کتاب های که نازل شده که قرآن عظیم الشان است، کتابی که نازل شده بعد از کتاب های از اینا، یا بعد از تورات که انجیل نازل شد و بعد از انجیل قرآن عظیم الشان نازل شد. هو ضمیر راجع هست به قرآن عظیم الشان، یعنی و هو و امی آنچه که در قرآن عظیم الشان است، الحق و حق است. حق چی است؟ یعنی در این حقیقت هاست، توحید در این هست. الحق و التوحید، توحید در این است. اخلاق اصلی و درست در قرآن عظیم الشان است. معاملات حقیقی در قرآن عظیم الشان است. پس اخلاقیات، معاملات، عبادات و توحید، 4 بخش. همین 4 بخش اساسی که در دین است کلش در قرآن عظیم الشان حقیقتا موجود است. و دیگه صفت قرآن عظیم الشان چی است؟ که مصدقا لما معهم، همین قرآن عظیم الشان تصدیق میکنه آنچه که
به همراه زنا بود. به همراه زنا چی بود؟ اما کتاب‌های قبلی که تحریف نشده بود و آن حقیقت‌هایی که در کتاب‌های از زنا از توحید آمده بود، قرآن عظیم شان امر چی میکنه؟ تایید میکنه. یعنی قرآن عظیم شان تو نبود که کتاب‌های از زنا را کاملا نفی بکنه، بلکه جاهای را نفی میکرد، احکامی را نفی میکرد که یا داود تحریف شده بود یا احکامی که منسوخ بود. اما وحدانیت الله، رسالت پیغمبر، اخلاق درست اسلامی، اینا را قرآن عظیم شان تایید میکرد. قل بگو ای رسول الله صلی الله علیه و آله برشان فلما، پس چرا تقتلون شما به قتل میرسانین انبیاء الله، پیامبران الله را. شما اگر واقعا، حتی قرآن عظیم شان برای ما میگه که بعضی کسا وقتی که ادعا میکنن که ما دمی گروه خود هستیم، دمو هم دروغ میگن. اگر امو را بری اصل تحقیق بکنین دمو هم نیست. یهودی ها میگفتن که ما پیروان چی هستیم؟ پیروان تورات هستیم و ما پیروان موسی علیه السلام هستیم و پیروان پیغمبرای هستیم که در بنی اسرائیل آمده، در حالی که الله متعال میگه ایرم دروغ میگفتن، ایرم فقط به خاطر اختلاف با شما میگن. پس شما چرا، پس برشان بگو فلما تقتلون انبیاء الله، پس شما چرا پیغمبرای الله را میکشتین، قتل میکردین من قبل و قبل از این کنتم مؤمنین، اگر شما مؤمن هستین. دروغ میگین، فقط مخالفت و بیدینی و کفر عادت تان است. ولقد و یقینا که جاءکم آورد بر شما موسی علیه السلام، چی را آورد؟ بالبینات، معجزات روشن را، هم کتابش هم تورات آورد با بسیار معجزات دیگی. ثم اتخذتم العجل، بعد از شما گرفتین چی را؟ گوساله را. من بعده، بعد از رفتن موسی علیه السلام گوساله را به خدایی گرفتین. کوکی کی شما پیرو از موسی علیه السلام بودین؟ کی پیرو شما از تورات بودین؟ دروغ میگین، فقط میخواین که فریبکاری بکنین. و انتم ظالمون، در حالی که شما ظالمان بودین. خب آل چی هست؟ و اذ اخذنا میثاقکم و رفعنا فوقکم الطور. الله متعال میگه سعی کنین عیبهای از یهوده فکرتان باشه که شما به این افکار و اندیشه های یهودی مبتلا نشین. الله متعال میگه که خدا وقایه بکنین از این عیبها که شما مؤمن واقعی باشین. و اذ اخذنا و اذ و یاد کنین وقتی را که اخذنا گرفتیم میثاقکم از شما پیمان، و رفعنا و بلند کردیم فوقکم الطور بالای سر شما کوه طور را. چی گفتیم؟ گفتیم خودو بگیرید ما آتیناکم، آنچه که بر شما دادیم، به قوت، با قوت. چی معنی با قوت بگیرین؟ یعنی با تمام احکامش. تو نکنین که ظاهر لفظ بگیرین، کتاب بگیرین اما در او عمل نکنین. نه، با قوت گرفتن این است که اما تمام احکام از رو میفهمی و با او عمل میکنی. واسمعوا و بشنوین حق را. قالوا، باز یهودیا چی کردن؟ عادتشان بود میگفتن سمعنا، شنیدیم، و عصینا و سرکشی نمودیم. باز پیش خود میشیشتن، مسخرگی میکردن. یکی از عادات انسانهای بیدین و گمراه می است که همیشه مسخرگی میکنن. میگه والا گپایشون شنیدیم، قصایشون شنیدیم، وعظ و موعظه که کردن شنیدیم. باز آمدیم گفتیم برو بابا تو چی میگی؟ و عصینا و سرکشی نمودیم. و اشربوا و آمیخته شد فی قلوبهم، در قلبهایشان، العجل، محبت گوساله پرستی. وقتی که میگه آمیخته شد، اینجا شرب به معنای نوشیدن است. یعنی مثل که یک نفر قدر یک چیز را زیاد نوشیده باشه که بالاخره به او چی شده باشه؟ معتاد شده باشه. مثلا یک نفر که زیاد شراب میخوره معتاد چی میشه؟ همون شراب نوشی میشه. اینا از دستی که زیاد به می گوساله احترام میکردن و ایره پرستش میکردن، بیخی به ای چی شده بودن؟ معتاد شده بودن. و اشربوا فی قلوبهم العجل، و اینا آمیخته شد در قلبشان، یعنی قدر نوشیدن محبت امی گوساله را در قلبهایشان، مثل که شراب نوشیده باشند. چرا این کارا میکردن؟ به کفرهم، به سبب کفرشان. اینا کسایی که شراب میخورن به خاطر بیدینی خود شراب میخورن. کسی که مثلا هیروئین میکشه به خاطر بیدینی خود، سیگرت و نسواری نمیگه پاکلش، علتش چی هست؟ عصیان و نافرمانی و بیدینی هست. پس اینا هم امی گوساله پرستی را به اساس کفر و بیدینی خود کردن. قل بگو ای رسول الله صلی الله علیه و سلم، بازی بدبختی از اینا چی هست؟ بدبختی مردمای بیدین دی است که هر گناهی را که میکنن بازو را به طرف الله و رسولش نسبت میدن. باز متهم میسازن موسی علیه السلام، میگی در کتاب ما هست، ایره الله تو گفته. قل بگو ای رسول الله صلی الله علیه و سلم، بئس ما بسیار زشت است ما آنچه را که یأمرکم، امر میکنند شما را، بهی به آن، ایمانکم، ایمان شما. اگر شما میگن این ایمان است، این بسیار گپ غلط است. این ایمان نیست. شما دروغ، بدعت ها را، شرکیات آوردین در جای ایمانیات. باز میگه که الله و پیغمبرش گفته این کنتم مؤمنین، اگر شما حقیقتا مؤمنان باشین.
دیگه از عیبه های یهود چی است که میگه مسلمان ها باید خودم مغرور نسازن و خودم متکبر نسازن. یهودی ها یک عادت داشتن، میگه اینمی آخرت که هست و جنت که هستی فقط از ما هست، ما بنده خاص الله هستیم و ما را الله اختیار کردن. دیگرها کلشان چی هستن؟ دوزخی هستن، حیوانات هستن و در خدمت ما یهود هستن. الله متعال میگه شما امت رسول الله صلی الله علیه و سلم عادات یهود نگیرین که باز شما مثلا یک 4 روز که دینداری کردی، یک 4 کلمه از دین بعضی کسا که یاد گیره، باز دیگه اینقدر شیطان میگه که اصل جنتی من هستم، بازی دیگه دمی غوندی خیر شیشته دیگه فتوا داده میره که تو چطور هستی، تو الا تو مشرک هستی، الا تو بدعتکار هستی، الا سرازی عالم نیست، الا علم از رو قبول ندارم. سر هر کس به ادبی میکنین و خودتان فکر میکنیم با جنتی هستیم. این عیب چی است؟ عیب بنی اسرائیل و یهود است. قل بگو برشان ای رسول الله صلی الله علیه و سلم ان کانت لکم الدار الاخره عند الله خالصه من دون الناس، ان کانت اگر هست لکم بر شما الدار الاخره منزل آخرت، یعنی جنت و نعمت های آخرت فقط مخصوص شماست، عند الله بنزل خالصه خالص مخصوص است، من دون الناس فقط از شماست، من دون الناس بغیر از مردم، فتمنوا پس شما طلب کنید، تمنا کنید مرگ را. حالا تو میگی در جنت قصرها هست، باغها هست و این مخصوص ما هست، خیلی بطلبین مرگ، آماده باشین برای مرگ، برین در صف جهاد استاد شوین. یا باز چی میکردن؟ اگه موسی علیه السلام دعوت میکرد که بیاین در اونجا جهاد بکنین، باز میگه برو تو کت پروردگارت جهاد بکنین، قتال بکنین و نحن هاؤنا قاعدون، ما قرار نمیشیم سال میبینیم هر وقت شما کامیاب شدین باز ما میایم. دیگه الله متعال برشان میگه خی ببین الله متعال ثابت میکنه برای مسلمان ها اما دروغشان را. اونا ظاهرا میگن که ما این را قبول داریم اما در اصل او را میفهمن که چی است، میفهمن که این گپ ما غلط است و دروغ میگیم و مسلمان ها را فریب میدیم. من دون الناس بغیر از موت فتمنوا الموت، پس شما تمنا کنین مرگ را ان کنتم صادقین، اگر هستید صادقین راستگویان. الله متعال آل یار رسوا میکنه و بیان میکنه که ولن یتمنوه ابدا، ولن یعنی هرگز، ولن یتمنوه یعنی هرگز طلب نمیکنن مرگ را. چرا؟ اینا میفهمه که ما بمریم چون ما پیغمبرها را کشتیم، چون ما بیدین بودیم، چون این عیبا در وجود ما هست، اولی دوزخی ها ماستیم. الله متعال میگه ولن یتمنوه ابدا، هرگز این تمنا نمیکنن. چرا تمنا نمیکنن؟ بما قدمت ایدیهم، به آن چیزی که تقدیم کرده دستایشان، یعنی اعمال را که خلاصه از دست گفته یعنی اعضای بدنشان. متوجه؟ تعبیر جز و مراد کل، یعنی آنچه که دستشان کرده و قلبشان کرده و چشمشان کرده و گوششان کرده و پایشان کرده، آنچه را که اینا تقدیم کردن بناهن اینا هیچ وقت چی نمیکنن؟ مرگ تقاضا نمیکنن. چرا؟ میفهمن که مسیرشان کجاست؟ آتش دوزخ است و بئس المصیر. والله علیم بالظالمین، و الله متعال بسیار عالم است بکی به ظالمان. ولا تجدنهم، دیگه صفتشان الله متعال رسوایشان میکنه، میگه ولا تجدنهم و یقینا که میابی ایشان را کیرم، یعنی امی بنی اسرائیل را، احرس الناس حریصترین مردم علی حیات بر زندگی، یا از کلگی که زیادتر به زندگی دنیا چی هستن؟ حریص هستن. و من الذین اشرکوا، حتی اقدر حریص هستن که حتی از مشرکا کردن. مشرکا خو خوش دارن که در دنیا باشن، چرا که میفهمن که ما در آتش دوزخ میسوزیم. از مشرکین هم کرده این یهودیا چی دارن؟ علاقمندی و حریص زیاد و بیشتر هستن به چی؟ به دنیا طلبی. یود احدهم، آرزو میکنند. یود، ود به معنای آرزو کردن است، علاقمند بودن است. چی معنی؟ آرزو میکنن احدهم، یکی از این یهودی ها، لو یعمر 1000 سنه، ای کاش که من، لو اگر عمر می نمود 1000 سنه، 1000 سال، کاش که من 1000 سال عمر داشته باشم. و ما هو بمزحزحه، و ما هو و نیست امی طول عمر بمزحزحه، یعنی نجات دهنده وی. زحزح الشیء ای نجا، یک چیز را یعنی نجات داد. پس این 1000 سال عمر کردن یا را نجات دادن نمیتونه من العذاب، از عذاب، ان یعمر، این که عمر بسیار بیشتر داشته باشه. والله بصیر بما یعملون، و الله تعالی بصیر بسیار بینا هست. از ذره ذره یک مرچه سیاه را در سنگ سیاه در شب تاریک الله متعال میبینه. حرکت می مرچه را، قدمای ازیره که چه قسم مرچه حرکت میکنه. الله ذره ذره با خبر است از آنچه که اینا چی میکردن؟ عمل میکردن. حالا میرسه نوبت به ای که موضوع دیگه را بحث میکنه قرآن عظیم الشان، و اوی است که یهودیا خو
این قسم دلایل و این گپا را میگفتن به خاطر کفرشان، این عاداتشان بود. آلی اونا چی دسایسی دارن که شما محتاط باشین که توسط دسایسی از اونا شما متاثر نشین، شبهات ایجاد میکنن. یکی از برنامه های یهود و دشمنای اسلام، اهل کتاب و دیگه مشرکین و مرتدین و منافقین و کفار، یکی از وسایلشان چی است؟ دسیسه سازی هست. توسط چی دسیسه میکنن؟ توسط شبهات. الله متعال میگه متوجه باشین، ما دسایس بر شما بیان میکنم که شما متاثر به این دسایس و به این شبهات نشوین. اینا درباره اسلام دسیسه و شک ایجاد میکنن، درباره پیغمبر و سایر پیغمبرها شک و شبه ایجاد میکنن، درباره قرآن عظیم شان شک و شبه ایجاد میکنن. مثلا شبه ایجاد میکردن، اول شبهشان درباره جبریل علیه السلام است که در قرآن عظیم شان میگن. دوم شبهشان در مورد هاروت و ماروت است، دو ملائکه یا دو شخصی که بودن، درباره از اونا. دیگه شبهشان در مورد سلیمان علیه السلام است، در شخصیت پیغمبرها شبه ایجاد میکنن. حتی در مورد پیغمبرای خود رأی نمیزنن، تنها شبهاتشان سر پیغمبر ما نیست، حتی پیغمبرای خود هم به بسیار چیزا متهم میکنن. چهارمشان این است که سخنان پیغمبر قبول نمیکنیم. چرا؟ میگه به خاطر که پیغمبر خو ملائکه سحر کرده، پیغمبرها سحر کرده، این پیغمبر سحر رد میکنه. پنجم در لفظ راعینا هست. ششم شبهشان در این کس مثلا احکام قرآن وقتی که منسوخ میشه، ناسخ و منسوخ، سر از این شبهات ایجاد میکنن. آیات بعدی قرآن امی موضوعات، امی شبهات و امی دسایس از اینا را بیان میکنن. اول شبهشان چی بود؟ اول شبهشان این بود، میگفتن که ای رسول الله صلی الله علیه و سلم، امی وحی بر تو کی میاره؟ رسول الله صلی الله علیه و گفت که جبریل امین علیه السلام. نه، گفت جبریل که از ولای دشمن ما است، ما تو را قبول میکردیم به شرطی که یک ملائکه دیگه بر تو وحی میورد. حالا که جبریل میاره ما جبریل قبول نداریم. الله متعال بر رد ادعای از اینا گفت قل بگو ای رسول الله صلی الله علیه و سلم، من کان، هر کسی که باشه عدوان دشمن باشه برای کی؟ لجبریل، برای جبریل علیه السلام، فانه، پس یقینا که جبریل علیه السلام نزله، او را نازل کرده قرآن عظیم الشان را، علی قلب که بر قلب تو، به اذن الله. جبریل امین یک ملائکه پاک و معصوم الله هست، هیچ کار بدون امر و اجازه الله نمیکنه. حالا که شما میخیزین جبریل علیه السلام که معصوم است شما متهم قرار میتین، در حقیقت خودتان مردمای بیدین و کافر و از راه دین برآمده هستین. چرا؟ الله متعال تصدیق میکنه که انه فانه، پس یقین داشته باشین که جبریل علیه السلام نزله، نازل نموده هست، آورده هست قرآن عظیم شان را و سایر کتاب ها را، علی قلبی که بر قلب تو نازل کرده. به چی؟ به اذن الله. امی قسم که دیگه کتاب ها را به دیگه پیغمبر آورده، امی قسم قرآن به رسول الله صلی الله علیه و سلم به اجازه الله. و اینمی مصدقا، کمی قرآن تصدیق کننده از چی است؟ لما بین یدیه، در آنچه که در مقابل دو دستان اوست، و هدن، و هدایت است، و بشرا، و بشارت خوشخبری است، للمؤمنین، برای مؤمنان. الله متعال عالم میگه که کسایی که دشمنی با الله میکنن یا با پیغمبر میکنن، من کان، هر کسی که، یک قاعده عام است که کسی که دشمنی میکنن با معتقدات، آنچه را که الله، کسایی را که الله اونا را پاک و معصوم و خوب قرار داده و معرفی کرده، کسایی که مخالفت با اونا میکنه، پس اونا در حقیقت الله دشمن از اونا هست. من هر کسی که کان باشد عدو، دشمن، لله، برای الله، و ملائکته، به ملائکه های الله، و رسوله، و برای رسولان الله، و جبریل، و دشمنی بکنه با جبریل علیه السلام، و میکائیل، و دشمنی بکنه با میکائیل علیه السلام. فان الله، پس یقین داشته باشین، فان یعنی تحققت، خوب متحقق باشین، خوب متیقن باشین که الله چی است؟ عدو للکافرین. اینی کسایی که با اینا دشمنی میکنن اینا کافر هستن و الله دشمن خود از اینا هست. خب ولقد، و یقینا که انزلنا، نازل کردیم، الیک ای رسول الله صلی الله علیه و سلم، به سوی تو، آیات، نشانه ها، بینات، روشن، معجزات، آیات قرآن و آیات کونی، آیات که در کائنات است. بینات چی است؟ روشن و آشکار است. و ما یکفر بها، و کافر نمیشه به می آیات الله، به آیات قرآن عظیم شان،
الا الفاسقون، مگر کسانی که فاسق هستند از طاعت الله برآمدن. ما شما گفتیم که بعضی از بی‌اطاعتی ها سبب کفر میشه، بعضی بی‌اطاعتی ها سبب گناه کبیره میشه، بعضی بی‌اطاعتی ها سبب گناه صغیره میشه. پس به کافر نمیشه مگر کسانی که فاسق هستن. از این خاطر دشمنان اسلام از صغیره شروع میکنن، باز کبیره، باز بالاخره به شرک و کفر انسان مبتلا میکنن. او کل ما این دیگه عیب دیگه شان چی است که همیشه بنی اسرائیل یهودیا عهد شکن بودن. یک روز پیمان بسته میکردن، میگفتن که ما اینی عهد با الله کردیم، فردا عهد و پیمان خودم مشکستاندن. او کل ما، پس هر وقتی که عهد بستن، عهدو یا تعهد کردن، عهدن به کدام عهد و پیمان، نبذه فریق منهم، باز او را می اندازد، دور می اندازد، مخالفت می کند، فریقون گروه منهم از ایشان، بل اکثرهم لا یؤمنون، بلکه اکثریت از اینا ایمان ندارن. چرا؟ چون ایمان که نبود. وقتی که ایمان، مثلا یک نفر نماز نمیخوانه، چرا نماز نمیخوانه؟ باید تجدید در ایمان خود بکنه. ایمان که ضعیف شد، ایمان ضعیف، ایمانی که تو را نتانست وادار بسازه که نماز بخوانی، ایمانی که نتانست که تو را وادار بسازه که حجاب بکنی، ایمانی که نتانست که مثلا تو را به راه مستقیم به شریعت الله منقاد نساخت و تو رفتی به این طرف، پس او ایمان نمیتونه که تو را چی کنه؟ به جنت ببره. بسیار ایمان ضعیف است. پس اینا چرا این عهد با الله پیمان خدا مشکستانن؟ به خاطر از اینکه ایمانشان ضعیف بود. اگر این معنای لا اله الا الله محمد رسول الله را میفهمید که ما در کلمه با الله تعهد کردیم، یا الله بغیر از ذات تو عبادت کسی دیگر را نمیکنم، بغیر از شریعت تو قانون کسی دیگر را تطبیق نمیکنم و عبادت و اطاعت تو را فقط به طریق رسول الله صلی الله علیه و میکنم، دیگر طریقه ها و افکار و اندیشه ها و دیگر ها را ترک میکنم، باز این کار را نمیکنه. چون لا اله الا الله را درست ایمان نداره، به این خاطر مشکلش اینجاست. ولما و هنگامی که یا هر وقتی که جاءهم رسول، بیاید یک پیغمبر من عند الله، از نزد الله، مصدقون، در حالی که او تصدیق کننده باشه، لما معهم، با آنچه که در نزد از اونها هست، نبذ فریق، می اندازه گروه من الذین، از کسانی که اوتوا الکتاب، داده شده اند کتاب آسمانی، یا باز چی میکنن؟ میپرتن. چی را میپرتن؟ کتاب الله وراء ظهورهم، کتاب الله را در پشت خود میپرتن. عقب مانده چی را میگن؟ عقب مانده کسی را میگن که همین کتاب خدا چی میکنن؟ در عقب مانده. ساینس هم در عقب مانده، قرآن هم در عقب مانده، قرار دو تاقک مانده شه. باز قصه ها را از دل خود شروع میکنن. این یکی از عادات مردمای بیدین و گمراهی است که کتابش در کجا؟ در الماریگاکش قلف است. قرآن هم ببینید در خانهش، که ببینید در خانهش دوبل از خاک سر قرآن شیشته. احادیث خو هیچ خبر نداره که صحیح بخاری چند جلد است. متوجه هستی؟ این کلش او طرف انداخته، کلش خیالی گپ میزنه. این میگه عادت یهود بود. کتاب خدا چیز نمیگفتن، همیشه میامدن دروغ دلایل از خود میگفتن. اوتل کتاب الله وراء ظهورهم، یعنی یا چی کردن؟ انداختن کتاب الله رو در کجا؟ وراء ظهورهم، در پشت سرشان، که انهم لا یعلمون. تو یه چیز کردن مثل که اصلا هیچ علم ندارن. متوجه هستین؟ این علم ندارن. و دیگه از جمله شبهات خطرناکی که آلدری آیات قرآن میه، چی هست که عالمیان سر پیغمبرات تومت میکنن. حتی سر سلیمان علیه السلام یا تومت میکردن، العیاذ بالله، که سلیمان علیه السلام جادوگر است، و سر ملائکه تومت میکردن، سر از یا تومت میکردن. قرآن عظیمشان میه و امی دسایس از اینا را و امی کفریات از اینا را بیان میکنن. شما اگر میاله هم بایبل که حالا فعلا در بازار هست، هم کتاب مقدسی که یهودیا میگیرن، بعضی اوقات و فارسی هم ترجمه کردن، در بین مردم نشر میکنن به نام کتاب مقدس، نام انگلیسیش بایبل است. شما اگر کدام وقتی در پیشتان بیاید در مورد پیغمبرا بخونین، چیزای میگن، کفریات درباره پیغمبرا میگن، فلانی پیغمبر زنا کرد، فلانی پیغمبر کت زن بیگانه زنا کرد، فلانی پیغمبر شراب خورد، فلانی پیغمبر دسیسه کرد، یعنی کل کفریات میگن. متوجه هستین؟ الله متعال اینا ادعا میکردن که سلیمان علیه السلام العیاذ بالله جادوگر است. حتی یک کتاب از به نام نقش سلیمانی، همین این بازار کابل هم فروخته میشه. این نقش سلیمانی یعنی به این معنا که سلیمان علیه السلام جادوگر بود، این نقش ها را جور کرده. متوجه هستین؟ این یهودیا نشر کردن بین مسلمانان. متاسفانه بعضی کسا را ببینید به خاطر پیسه پیدا کردن همین کتابا را میخرن و از روی عزیز می چوکاتای ازی و در بعضی کتابای دیگه سعی کنی حتی یک دانه چیز آورده، یک دانه دیو یا شیطان آورده، باز سر شکم از او العیاذ بالله نشته کده بلقیس است، سلیمان است، این کلش کفر است که انسان باید احتیاط بکنه.
اینا الله متعال میگه که این گپایی که نامی زدن سلیمان علیه السلام چی بودن؟ سلیمان علیه السلام یک چی بود؟ یک پیغمبری از پیغمبرای الله بود. پیغمبر همیشه چی میباشه؟ معصوم میباشه. سحر خو کفر است، سحر خو گناه کبیره هست، بعضی از سحرها کفر است، بعضی گناه کبیره هست. چطور یک پیغمبری که این پیغمبر هم از جمله پیغمبراست که پیغمبر معصوم میباشه پس چیز کردن و تبعوا و متابعت کردن امی یهودیا. از چی متابعت کردن؟ ما آنچه را که تتلو میخواندن، کی میخواند؟ از شیاطین و شیطان ها علی ملک سلیمان در وقت حکومت سلیمان علیه السلام. یعنی شیطان ها قبل سلیمان علیه السلام هم سحر و جادوگری را ترویج کرده بودن و در وقت سلیمان علیه السلام هم کوشش میکردن که این را ترویج بکنه. و الله متعال میگه و ما کفر سلیمان علیه السلام کافر نشد. فکرتان باشه که اگر کسی گپ بزنه الله میگه سلیمان علیه السلام کافر نشده، یعنی ساحر و جادوگر نبوده که کافر شوه. و اگر کسی گپ میزنه این تکذیب قرآن میکنه و این کافر میشه. و ما کفر و کافر نشد سلیمان علیه السلام ولکن الشیاطین کفروا. لکن کی کافر شدن؟ شیطان ها کافر شدن. چرا کافر شدن شیطان ها؟ یعلمون الناس السحر. تعلیم میدادن. کی تعلیم میداد؟ سیکن معلم سحر و جادو کی است؟ شیطان ها هست. یعلمون تعلیم میدادن امی شیطان ها الناس مردم را از سحر جادو را. و ما انزل علی الملکین به بابل هاروت و ماروت. و ما انزل و آنچه که نازل شده به بابل چی نازل شده در شهر یا در مملکت بابل، هاروت بالای هاروت و ماروت. ایناله در قسمت هاروت و ماروت متوجه باشین که در اینجا بسیار مردم از نگاه اعتقادی بعضی گپای را میزنن که این گپایشان سبب کفرشان میشه. چی هست؟ وقتی که هاروت و ماروت ملائکه باشن باید ما و شما عصمت ملائکه را در نظر بگیریم و الفاظ قرآن درست بفهمیم و سخنی نگوییم که سبب کفر ما شود. در قسمت ازی که آیا هاروت و ماروت چی بودن؟ در قسمت ازی امی آیت شریفه علامه ابن کثیر سه قول است، سه سخن است که علمای قرآن شناس گفتن به خاطر حفظ عصمت پیغمبران. علامه ابن کثیر میگه که ما که از در اینجا نافیه است. ما چی است؟ نافیه است. و ما انزل و نازل کرده نشده هست و نازل کرده نشده علی الملکین. این میگه که اصلا سحر بالای ملائکه هاروت و ماروت که ملائکه باشن سر از اینا سحر نازل نشده. پس اینجا میگه این ما چی هست؟ ما نافیه هست، یعنی نازل نشده بالای ملائکه. یعنی و ما کفر سلیمان کافر نشد و بالای ملائکه هم سحر نازل نشده است. این قول علامه ابن کثیر است و علامه قرطبی هم یکی از مفسرین هست امی قول میگه. قول دوم علمای دیگه چی میگن که این در تفسیر الوسیط، او قول اول در تفسیر ابن کثیر است. علامه ابن کثیر قول خودم گفته و از علامه قرطبی را هم گفته. قول دوم قول کی است؟ علمای ازهر است که در تفسیر الوسیط، یک تفسیر است به نام تفسیر الوسیط. علمای ازهر یک معجم الوسیط دارن، دیکشنری به نام وسیط دارن، یکی تفسیر وسیط. در تفسیر وسیط یه علمای ازهر میگه اصلا یا ملائکه نبودن، این هاروت و ماروت دو شخص بودن رجلان صالحان شبه بالملائکه لصلاحهما. میگه یا اردوشان انسانهای خوب بودن یا را به خاطر که بسیار یک نفر که بسیار نیک باشه باز مردم میگه والا فلانی ملائکه واره هست، یعنی تشبیه شدن با ملائکه به خاطر صلاح و خوبیشان. و اونا میگن علمای ازهر که در تفسیر میگن با هو رأی الحق. میگه و تؤید هو، میگه تایید میکنم این نظر ما را. چی؟ قرائت الملکین. این هم ملکین یک قرائت آمده، یک قرائت چی آمده؟ الملکین. ملکین یعنی دو ملائکه و ملکین یعنی دو ملک یا دو پادشاه یا دو شخص. و دیگه میگه که دلیل ما چی است؟ میگه به خاطر ازی که الله متعال همیشه وقتی که نازل کرده برای انسان ها، انسان نازل کرده. ولو انزلنا ملکا لقضی الامر. میگه اگر ملائکه نازل شه باز فیصله کامل دیگه فیصله میشه دیگه، بالا از اینا عذاب نازل میشه. از این خاطر میگه اینا ملائکه نبودن بلکه دو شخص بودن و این دو شخص آمدن و مردم چی میکردن؟ میفهماندن که شما سحر و جادوگری نکنین. سومی است که همین هاروت ماروت، بعضی از علمای دیگه میگن سوم قولی است که هاروت ماروت ملائکه بودن. اینا میگن ولی آمده بودن به خاطر ازی که در وقت در این عصر جادوگرا بسیار چیز ترویج کرده بودن در بین مردم که تو میگفتن که ما
چی هستیم؟ جادوگرا میگفتن که ما علم غیب میفهمیم، از طریق جنها بعضی چیزا را میگرفتن، ادعا میکردن که ما علم غیب میفهمیم و این کل کار مثلا جنها میتونه بکنن و اینها خصوصا یکی جنهای مؤمن است که او جنهای مؤمن مثل مسلمان و شما و مسلمان‌ها و مؤمنا هستن. یعنی جنهای مؤمن کسایی هستن که مثل ما و شما را مؤمن هستن. یکی جنهای کافر هستن که مثل کافرای انسان ها واره هستن، مثل فرعون و شداد و نمرود و ابو جهل و اینیا واره. پس اینا تو ترویج کرده بودن که سحر بسیار خوب چیز است و فلان است و حتی بین مردم تو خلط پیدا شده بود بین معجزه پیغمبر و بین سحر. بسیاری کسا فرق کردن نمیتونستن. بنابراین این قول سوم میگه که اینا ملائکه بودن، آمدن برای تعلیم دادن مردم تا مردم بفهمانند که اگر اینی کارها بود سحر است، اگر اینی کارها بود چی است؟ این معجزه و ولایت و کرامت است. پس شما فرق باید بکنین بین معجزه پیغمبر، بین کرامت ولی از اولیاء الله و بین سحر و جادو. باید شما چی کنین؟ فرق بکنین. چون بسیاری وقتا بین مردم چی میشه؟ خلط میشه و اینا اصلا ساحرها کوشش میکنن که اختلاط ایجاد بکنن بین ساحر، میخوان ساحر با پیغمبر با ولی با اینا چی بکنن؟ تو خلط بکنن. پس قول سوم این هستن که اینا ملائکه بودن لکن آمده بودن تا مردم مسائل سحری را نشانشان بدن تا اینا فرق بین سحر و معجزه را بفهمن و خود از سحر و ساحری و کفر چی کنن؟ نگاه بکنن. خب و ما یعلمان و تعلیم نمیدادن امی دو شخص یا امی هاروت و ماروت من. اما این قصه های دیگه که بسیاری کسا میگن که باز ملائکه بودن و گناه کردن و باز مثلا چی کردن، این کلش به عصمت ملائکه چی است؟ در تضاد ضد عقیده اسلامی است. این قصه ها را آدم باید قبول نکنه. بعضی قصه هایی که یهودی ها کردن و درباره از اینا تهمت ها کردن و هر چیز گفتن و متاسفانه بعضی از علما و بعضی از نویسنده ها و بعضی از کسایی که قصه سلن بیاره نوشته کردن، اینا بعضی قصه ها را گرفتن حتی در بعضی تفاسیر نقل کردن که علما میگن کلش چی است؟ به عصمت پیغمبرها در تکر است، باید این قصه ها را قبول نکنین. فقط اینمی سه قول است که علمایی که عقیده را درست میفهمن اینا را بیان کردن. و ما یعلمان و تعلیم نمیدادن هاروت و ماروت من احد هیچ یکی را حتی تا زمانی که یقولا میگه برشان انما نحن فتنتون، متوجه باشی ما برای امتحان آمدیم. این امتحان است. ات نشه که باز تو از پیش ما بعضی کلمات یاد بگیری باز بری خودت سحر و جادوگری بکنی. اشک فکرتانی باشه که تو غلطی نکنین، بلکه شما بعضی چیزا رو باید بفهمین تا که مبتلا به یک مرض نشین. فتنتون انما نحن فتنتون، ما یک امتحان هستیم، فلا تکفر، پس کافر نشو. تفسیر وسیط امی علمای اثر چی میگه؟ فل مراد من السحر الذی هو کفر، میگه یکی سحر است که سبب کفر میشه. چرا؟ اکثرا کسایی که جادو میکنن امیال در عصر حاضر هم وقتی که جادو میکنن شیطان های مؤمن نه، شیطان های کافر اینا رو چی میکنن؟ شیطان های کافر اینا رو میگه که تو را ما به شرط بعضی از چیزا را یاد میتیم، بعضی کارهای سحری رو یادتان میتیم، تو باید قرآن لغت کنی زیر پای، تو باید مثلا آیات قرآن کت خون نوشته کنی، خون نجس است، یا آیات قرآن مثلا در گندگی ها پرتی و پیروای تا کسایی که پیش می اینا را در کفر و شرک مبتلا بکنی، برش میگه برو در زیر قبر فلانی گاوا بکش یا مثلا گوسفند بکش یا مرغ بکش یا برو در تشناب این کارا بکن. اینی کلش چی است؟ اینی کفر است که اگر کسی کارا را میکنه اینا کافر میشه. فیتعلمون، پس اینا بنی اسرائیل چی میکردن؟ میآموختن یا یاد میگرفتن از اینا منهم از امی هاروت و ماروت ما یفرقون، چیزهایی را یاد میگرفتن به عوض از اینکه خود از شرک کفر دور کنن. یفرقون بین المرء و زوجه، بازی ها تفرقه چیز را یاد میگرفتن که تفرقه منداختن بین مرد و خانمش. اینا یعنی از این تو معلوم میشه همین تعویض هایی که به خاطر تفرقه بین خانم و شوهر یا جدایی بین دو برادر و دو دوست میشه و یا برای محبت دادن بین چی میشه؟ یک بچه را میگه والا فلانی خواستگار میرم یک مرا امی دختر نمیتن اگر برم یک تعویض بگیرم، این سحر و جادو هست. بفهمه یا نفهمه با این کارش اینا چی میکنه؟ امی کارا را میکنه. پس امی تعویضایی که برای چی هست؟ برای تفرقه اندازی هست و یا برای محبت اندازی در بین زن و بیگانه با مرد بیگانه هست. کلش چی هست؟ یفرقون یا کلش در سحر داخل میشن. یفرقون به بین المرء و زوجه، در بین مرد یک شخص و زوجه و همسرش. و ما هم اکثریت امی میباشه. اکثرا وقتی که میخوان که خانم از شوهر جدا بسازن اینا رو چی میکنن؟ جادو میکنن. و الله متعال میگه برای مسلمانان شما باید عقیده داشته باشین که ولو که سحر و جادو وجود داره، ولو که مثلا شیطان های انسانی و شیطان های جنی این کارا را میکنن، لکن اگر عقیده درست داشته باشی و ما هم و نیسن اینها به دارین ضرر رسندگان بهی توسط جادو من احد، به هیچ کسی
الا باذن الله، مگر به اجازه الله. اجازه الله چه قسم میشه؟ وقتی که تو خودت گمراه باشی، وقتی که خودت بیدین باشی، وقتی که خودت احکام الله را تطبیق نکنی، باز چالهای شیطانی سر تو چی میکنن؟ سر تو تاثیر میکنن. اما اگر مثلا تو همیشه قل اعوذ برب الفلق و قل اعوذ برب الناس بخوانی و اذکار صبح و شام بخوانی، امی اذکار بخوانی، تو در جمله ذاکرین. یعنی کسی که امی اذکار کسنه، اذکار صبح و شام میخونه، ان شاء الله در جمله چی میباشه؟ ذاکرین میباشه. و سر این ذاکرین تاثیر نمیکنه. حتی بالای رسول الله صلی الله علیه و وقتی که سحر شده بود، وقتی که امی سوره ها نازل شد، رسول الله صلی الله علیه و خان دیگه باز بعد از این دیگه این سحر از اینا سرشان هیچ تاثیر نمیکرد. متوجه هستین؟ الا باذن الله، مگر به اذن الله. و یتعلمون، و اینا یاد میگیرن ما آنچه را که یضرهم، ات بدبخت هستن. یعنی بسیاری میگه مردمای بدبختی است که وقتی برشان درس دین و درس توحید هم بیتی، نقاطی متوجه میشه که به ضررش است، نقاطی که به منفعتش است او را باز نمیشه. او آمده بود که توی یاد بگی بفهم تا مبتلا به این مرض نشی. بازی چی میکردن؟ پت کدمی رفتن عین کار چی میکردن؟ از امو کارهای جادوگرا را میکردن. و یتعلمون، و اینا یاد میگرفتن ما آنچه را که یضرهم ضرر میرسند بهشان، ولا ینفعهم و منفعت برشان نمیرسند. ولقد و یقینا که علموا دانستن، لمن اشتراه، هر کسی که خرید یا اختیار کرد امی جادوگری را، یا دمی کارهای جادو و جادوگری دست زد، یا از این پیسه گرفت، یا دمی کتاب فالبینی و اینمی مثلا تاویزگری و ترایی که کلش دی مسائل سحر و جادو و ابجد و گپا داخل است، هر کسی که میگه دی کارا دست زد، ما له فی الاخرت نیست، بر از او الله متعال میگه که بر از او نیست در آخرت من خلاق هیچ نصیبه. یعنی این سبب محرومیت انسان از جنت الله میشه. ولا بئس، و بسیار بد است، زشت است، ما آنچه که شر و فروختن به به آن انفسهم، نفسهای خود را، در مقابل یک پیسه کمی که در مقابل سحر و جادو پیدا میکردن، تعویذ و فالبینی پیدا میکردن، یا دیگه زدن خدا نفسهای خدا فروختن. و بسیار زشت است، لو کانوا یعلمون، افسوس که یا علم میداشتن. چون این کارا را کسایی میکردن که قرآن و سنت نمیفهمه، عقیده درست نمیفهمه. اگر این را میفهمید باز به این مشکلات مبتلا نمیشدن. ولا و اگر انهم، یقینا که بنی اسرائیل آمنو ایمان می آوردن و تقوا و تقوا می کردن، لمثوبة، یقینا که ثواب من عند الله، از جانب الله، خیر، بهتر است، لو کانوا یعلمون، اگر اینا میدانستن. خب دیگر بی ادبی از اینا چی هست که حتی در مقابل پیغمبرها وقتی که میشینه متوجه باشین، یکی از انسانهای بیدین علامات چی است؟ الفاظ بی‌ادبی را در مقابل علما، نبیین، صدیقین، شهدا و صالحین و اولیاء الله استعمال میکنن. شما همیشه وقتی که دوستای الله، ما و شما ما و شما انشاءالله دوستای الله هستیم، بعضی رتبهش بلندتر است، بعضیش پایینتر است، و رهبر رئیس اولیاء که از شاه اولیاء شخص رسول الله صلی الله علیه و سلم هستند، ابوبکر صدیق، صحابه کرام، اینا کلشان تابعین، تبع تابعین، اینا اولیاء الله بودن. یکی از عادات بنی اسرائیل، یهود، که سبب کفر از اینا شد و لعنت الله بالا از اینا نازل شد، این چی بود؟ که اینا همیشه در الفاظ بی‌ادبی میکردن. در مقابل پیغمبر بی‌ادب، در مقابل نبی بی‌ادب، در مقابل ولی بی‌ادب، در مقابل شهدا بی‌ادب. یعنی کل از اینا رو چی میکردن؟ با بی‌ادبی در مقابل از اینا برخورد میکردن. الله متعال میگه که هر کس در مقابل از اینا بی‌ادبی کرد، از این خاطر ما و شما ادب ما چی است؟ میگیم ابوبکر صدیق رضی الله عنه. در مقابل پیغمبر، هر پیغمبر که یاد میگیم عیسی علیه السلام، موسی علیه السلام، محمد صلی الله علیه و سلم. حتی نامش نمیگیریم، میگیم رسول الله صلی الله علیه و سلم. صحابه را میگیم ابوبکر صدیق رضی الله عنه، عمر فاروق رضی الله عنه، عایشه رضی الله عنها، ام المؤمنین میگیم، مادر و مادر مؤمن عایشه صدیقه. وقتی که تابعین می مثلا تبع تابعین می مثلا علمای بزرگ اسلامی، مثلا میگیم سفیان الثوری رحمه الله تعالی، امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی، امام شافعی رحمه الله تعالی. متوجه هستین؟ هر کسی که میبینیم، ابن القیم رحمه الله تعالی، ابن تیمیه رحمه الله تعالی، فلانی شخص الله متعال رحمتش بکنه، ببخششه. اما انسان های بی ادب چی هستن؟ یا بی ادب چی میکنن؟ همیشه عادت یهود است، الفاظ زشت برای پیغمبر، بر نبیین، صدیقین، شهدا، صالحین، اولیاء الله استعمال میکنن. متوجه هستین؟ این بی ادبی رو باید انسانی که قرآن شناس است و منهج قرآن و سنت میگیره، قرآن امی ادب بر ما یاد میدن. یا ایها الذین آمنو، ببینین یهودیا بعضی کلمات ها میگفتن، بعضی از مسلمان ها متاثر میشدن به کلمات از اینا. مسلمان ها سعی کنن بعضی کلمات ها گفتن. حالا مثلا امی کافرها که مجاهد تروریست میگن،
فهمید؟ یعنی آدمی که مثلا ریش لنگی داشته باشه و خانمش حجاب داشته باشه بازی افراطی میگن. متوجه هستین؟ کسی که بخواد که شریعت اسلام باشه، خلافت اسلامی باشه، حکومت اسلامی باشه، بازی میگه یا بنیادگراها هستن. متوجه هستین؟ اگر یک کسی به قرآن دعوت بکنه، به سنت دعوت بکنه، باز میگه این وهابی هستن. این کل اصطلاحات دشمنای اسلام به خاطر ضربه زدن کی گرفتن؟ به ضربه زدن مسلمان‌ها گرفتن. حتی صحابه کرام وقتی که بعضی کلماتی که یهودی‌ها میگفتن، اینا هم امور میگفتن. نمیفهمیدن که یهودیای خبیث وقتی کلمات میگن یا کلمات کفری هست که اینا میگن. تو وقتی یک مجاهد تروریست بگی خطا گپ در کفر میکشن. تو که یک انسان مسلمانه که دیش میمونه این میگه قرآن منهج متوسط است، میگه بسیار افراطی هست، لنگی زیر سایکو، ریش زیر سایکو، این حجاب خانم زیر سایکو. متوجه هستین؟ پس این کلمات کفری که تو مثلا یک مسلمان به یک کلمه زشت چی میکنی؟ متهم میسازی، باید این کلمات نگوی. الله متعال امی منهج بر مسلمان ها یاد میده که شما کلمات کفری کافرها را باید تکرار نکنین. یا ایها الذین آمنو، ای مؤمنان، یا ایها الذین آمنو، ای مؤمنان، یا ایها الذین، ای آن کسانی که آمنو ایمان آوردید، لا تقولوا نگویید راعنا. راعنا یهودیا میگفتن ای پیغمبر کل فکرت روی طرف ازیا هست، روی طرف ما بگی، ما را مراعات بکن. به یک بیادبی. باز بعضی اوقات یک یاگک ازیات میکردن راعینا. تو میگفتن چرا توی میگی راعینا؟ میگه فینا میگفتن تو چوپان ما هستی، العیاذ بالله. یعنی میخواستن پیغمبر چی کردن؟ به شکل از اشکال امی الفاظ چیز کردن. الله متعال برای مسلمان ها گفت که شما که ایمان دارین، عقیده صحیح دارین، ادب دارین، اخلاق دارین، ادب مسلمان تقاضا میکنه که اصطلاحات اسلامی را استعمال کنه. متوجه هستین؟ یعنی اگر آزادی میگی نگو دموکراسی، بگو آزادی اسلامی. ما فهمید؟ یعنی بگو شخصیت اسلامی. کلمات چی رو استعمال کن؟ اسلامی و پاکه. حالا بسیاری وقتا دشمنای اسلام میخواد اصطلاحات خراب خود بیارن، جاگزین اصطلاحات چی بسازن؟ جاگزین اصطلاحات اسلامی بکنن. پس الله متعال میگه شما اصطلاحات کفری را از زبانتون دور کنین. که بعضی اوقات رسول الله میگه یک نفر یک کلمه میگه، این کلمه را فکرش نمی باشه، میگیره در تاترین جای دوزخ جای زیر میگردن. همین یک کلمه. چرا این کلمه کفری هست و این بدون تحقیق همین کلمات تکرار کرده میره. شما کلمات کافرها را از رادیوهای کفر و از تلویزیونهای کفری استفاده کرده تکرار نکنید. از یهود و نصارا این کلمات است. یا ایها الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، شما هم کلمه راعنا را استعمال نکنید. و قولوا، ولیکن شما بگید انظرنا، به طرف ما نظر کن. اگه کدام وقت میخواستین که رسول الله روش به طرف شما باشه، ببخشید رسول الله اگه به طرف ما یک نظر بکنین، من هم یک سوال دارم. متوجه هستین؟ این قسم. اما این کلمات که وللکافرین واسمعوا و بشنوین، وللکافرین و برای کافران است عذاب علیم، عذاب بسیار دردناک است. این کارها را چرا این اصطلاحات یهودیا و دشمنای اسلام پخش میکنن؟ چرا این کارا میکنن؟ اینال میگه ما یود و آرزو ندارن، نمیخواهن الذین، کسانی که کفر و کافر شدن، من اهل الکتاب، از اهل کتاب، ولا المشرکین، و نه هم مشرکان. یعنی اهل کتاب و مشرکان آرزو نمیکنن ایونزل، این که نازل شود علیکم بالای شما، من خیر من ربکم، کدام خیر و نیکی از جانب پروردگار شما. قرآن و سنت خود نور است، هدایت است، خیر است. این که برای شما مطابق قضیه عمل کنین، خود دل از اونا میکفه. یا میخواین که شما هم در شرک از اونا، در کفر از اونا، در بیدینی از اونا مبتلا شوین، شما هم اهل دوزخ شوین. این سخنار یا به این خاطر میگن میخواین که از خیری از جانب پروردگارتان بر شما نباشه. والله و الله متعال یختص، تخصیص میدهد، برحمته، برحمتش، من یشاء، هر کس را بخواد. هر کس قلب خوب داشته باشه، قلب سلیم داشته باشه، اخلاص داشته باشه، تقوا داشته باشه، در غیاب در تنها که میشینه بگه یا الله من ظاهر و باطنم یکی است، اگر غلطی و گناه هم کردیم پروردگارم من ملامت هستم. اگر با الله صادق باشی، باز الله متعال تخصیص میده امی انسان که اخلاص حقیقی به الله داره، رحمت خدا برز میده. من یشاء، هر کس را که بخواد. والله و الله متعال کس ذو الفضل العظیم، بسیار صاحب فضیلت بزرگ است. یعنی فضیلت بزرگ مخصوص الله متعال هست. آل شبهه دیگر یهودی ها چی بود؟ آل مسئله نسخ چی مانه، منسوخ چی مانه؟ مثلا یک حکم در یک وقت
به خاطر ازی که مناسب می حالت است. مردم مسلمان ها نه وقتی که مسلمان شدن تا وقتی که اسلام خوب کامل بفهمن بر از یک حکم آمد. مثلا در شراب 4 آیت آمد. در یک آیت آمد که شما گفت از سکر میگیرین و رزقا حسن میگیرین. مردم متوجه شدن، بعضی کسایی که زیرک بودن یا گفتن اوه اینجا گفته که سکر و رزق حسن. معلوم میشه که کسی که از انگور و کسی که از خرما مثلا اگر چیز بگیره، چیزهای نشباب بگیره، این رزق حسن نیست. یک تعداد ترک کردن 20%. باز آیت دیگه قرآن آمد که تو را سوال میکنن از خمر و از میسر، بگو قل فیهما اسم کبیر و منافع للناس. این هم آیت دیگه که مثلا نازل شد لا تقربوا الصلاة و انتم سکارا، یعنی شما وقتی که نشه باشین به نماز نزدیک نشین، یعنی بعد از نماز اگر اونا این وقتی که آیت آخری آمد که انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل شیطان، این به خاطر ازی است که تدرج در اسلام که یک نفر ضعیف است، نه مثلا یک نفر هیچ نماز نمیخونه، شما برش میگین خیر است یک وقت نماز تو بخوان، بیا شروع کو بخیر نمازای پیشینه، باز میگه من خواندن نمیدم، خب تو هم پیشینه شروع کو، باز که پیشینه شروع کرد باز برش تدرج میکنه، میگه بیا اینال دیگران بخوانیم، بیا شام هم بخوانیم، باز خفتن هم بخوانیم. این دعوتگرایی که تو تجربه ندارن یا باز چی میکنن، یک نفر در میشه اول در ختم برده بود، 5 سپاره خوانده بود و گفته اوه کمر ما در یک سپاره شکست، بگریز که نمیگریزی گریختک. این حالت نمیکنه آدم، اما آیسته آیسته به تدرج، آیسته آیسته این نفر میفهمه. حتی قرآن از این میشه این اسلوب تدرج است. شراب یک دفعه حرام نکرد. این حال کافرها و یهودی آمدن گفتن چرا این نسخ باشه، ما این قسمی را قبول نداریم. چطور نداریم؟ او برادر این خود یکی از اسالیب شریعت اسلام است. اینال الله متعال در جواب از اینا گفت این شبهه را وقتی که اینا ایجاد کرد، الله رد شبهه را میکنه.